نکو، مافیایی که از کلن تا ترکیه همه رو ترسون. یه ترک سوار از شهر کلن آلمان به اسم نجاتی آراباجی، ولی تو دنیای زیرزمینی بهش میگن نکو. همه چیز از یه باشگاه شبانه شروع شد، جایی که نکو با بادیگاردها، پول و خشونت خودشو کشید بالا. خیلی زیاد طول نکشید که اسمش رسید به گوش پلیس آلمان. پرونده‌هایی مثل قاچاق انسان، فحشا و اخاذی دستگیر شد و او به 9 سال زندان رفت. ولی وقتی آزاد شد برگشت ترکیه و گفت بازی تازه شروع شده. اونجا بود که شده بود رئیس یکی از خطرناکترین شاخه‌های هلز انجلز. ماشین‌های لوکس، محافظهای مسلح و عکس‌های لاکچری از موناکو تا بودروم. اما پشت این ظاهر براق یه دنیای تاریک از جرم و قدرت پنهونه. نکو هنوز آزاده، ولی هیچ کس نمیدونه که او الان دقیقاً کجاست.